حالا که باید در جامعه ما بر این اساس حکومتی سر کار آید، این حکومت باید شکلی داشته باشه که در اون شکل عامل تحمیل، عامل این که من این سمت را من بر شما تحمیل میکنم وجود نداشته باشه. این شکل بر طبق تعریف هایی که ما از انواع سگانه حکومت کردیم چه شکلی میتونه باشه؟ جمهوری. مسئله جمهوری مربوط به شکل حکومت که البته مستلزم نوعی دموکراسی است، یعنی مردم حق حاکمیت دارند. حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارند که سرنوشت خودشون را خودشون در دست بگیرند. بنابراین این مسئله که ما فکر بکنیم که همین قدر که گفته می شود جمهوری اسلامی حق حاکمیت مردم را نقض می کند، به هیچ وجه درست نیست. حق حاکمیت مردم به معنی این است که مردم حق قانونگذاری دارند. جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت میرسد. این یکی از اساسی ترین پایه های جمهوری اسلامی است. اما آرمان مشترک یعنی مثلث مقدس آزادی ملت، استقلال مملکت و استقرار جمهوری اسلامی با دو اصل مقدس دیگر یعنی حاکمیت ملی و اجرای قانون اساسی مخمسی را تشکیل می‌دهند که 5 ضلع آن وابستگی ملازم متقابل با هم داشته حیات و قوامشان در گروی انتخابات آزاد میباشد. ملت ایران، برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید ای زنان و مردان پرخروش انقلابی کشور ما. هوشیار باشید، از همکنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سمتی از سمت‌های اجتماعی مورد بهره برداری احدی قرار نگیرد.